سلام. این سری سلام از آشپزخونه. دیگه تو اتاق من نیستیم، اومدیم تو آشپزخونه چون قراره دمنوش درست کنیم. اونم یه دمنوشی که نه برای خوردنه بلکه برای ریشه های موهامونه که قراره کلی کیفیت موهامون رو ببره بالاتر، جلوگیری کنه از ریزش و حسابی فولیکولای موهامون رو قوی کنه. بریم که با هم درستش کنیم. چیزایی که نیاز داریم خیلی ساده است. رزماریه که حتما باید تازه باشه. یک قاشق میخک نیاز داریم و یک قاشق و نصفی یا حالا 2 قاشق سیاه دونه که اینا رو از نزدیک براتون عکسشون میذارم که بعدا اسکرین شات بگین و یادتون نره هر دفعه مجبور نشین به ویدیو برگردین. یک وسیله نیاز داریم که دمنوشمون رو بریزیم تو، شبیه به اینا که میبینید چقدر قدیمی شده مال من که هر دفعه استفادهش میکنم، یا یه اسپری که بتونید به موهاتون اسپری کنین. ولی به نظر من اسپری ها توشون یه ذره این موادی که توی رزماری هست بخاطر اون ریزدونه هاش گیر میکنه در آخر توی اون لوله اسپری و توی اون نازلش و باعث میشه که خوب دیگه بعد از این مدت اسپری نشه. یعنی هر چقدر خوب میشوینش بازم این اتفاق میفته. نیاز به یک قابلمه داریم این شکلی که اینا رو توش بریزیم و دمشون بیاریم. خب اول از همه چیزایی که نیاز داریم رو بهتون بگم. یک قاشق چایخوری سیاه دونه، یک ذره میخک که اونم از یه قاشق چایخوری میتونیم بریزین، رزماری. من خودم حالت عادی اینا رو خیلی چشمی تر از این چیزی که دارم به شما توضیح میدم میریزم. مثلا این مقدار رزماری برای 2 سری قابل استفاده است و هر سری از اینایی که درست میکنین هر هفته باید درست بشه، نه اینکه برای یه ماه درست کنید بذارید تو فریزر یا اصلا هر چیز تو یخچال بمونه، چون قطعا توش باکتری شروع میکنه رشد کردن. یعنی هر جا آب معمولی هم بذارین ممکنه که توش این اتفاق بیفته. برای همین بهتره که تازه این دمنوش رو برای موهاتون درست کنین که خدای نکرده باکتری روی ریشه های موهامون نشینه، کف سرمون آلوده یا قارچی نشه و الی آخر. برای همین این مقدار رزماری که حالا چشمی شما میتونید در نظرم بگیرین، این برای 2 بار استفاده قابل مصرفه. بعد من میخک و سیاه دونه رو هم یه جوره مثلا بهتون بگم 1.5 برابر سیاه دونه رو بیشتر از میخک میزنم که براتون عکسش رو میذارم شما هم چشمی بتونین در واقع در نظر بگیرین. الان ما برای یک سری رو میخوایم درست کنیم، برای همین نصف این رزماری رو من میریزم داخل آب. چجور درست میکنم؟ اندازه این یه دونه کاملش پر و نصفی داخل قابلممون آب میریزیم. کلمه آبو میارم که با هم آبو بریزیم. چرا میگم 1 و نصفی؟ چون موقعی که داره دم میکشه یه مقدارش بخار میشه و یه مقدارش هم موقع ریختن ممکنه مثلا هدر بشه. برای اینکه یه دونه این کامل پر داشته باشین بهتره که 1 و نصفی توش بریزین. حالا 1 و 1/3 من میریزم این تو، یه ذره هم بیشتر. حالا شما میتونید یه ذره از اینای، یعنی در واقع چی میگن، ظرفتون میتونه بزرگتر باشه، اما من این یه دونه برای 1 هفتم کافیه. قشنگم کل سرمو خیس میکنه و به نظرم کاملا کافیه. حالا برای استفاده از رزماریامون من اینجا حتی بعد من خوش کنم، خیالتون راحت میزم تمیزه. اینا رو این شکلی نصف میکنیم جوری که اینجوری برگش رو میگیریم. امیدوارم توی دوربین بیفته، شاید هم باید بیام زومتون کنم. رزماریامون رو برگاش رو کامل اینجوری میگیریم، چون که اگه با شاخه بندازین داخل قابلمتون خب اینطور بیرون میمونه، برگا جوشیده نمیشه که بخواد اون در واقع کامل عصاره رزماری رو داخل آب پس بده. برای همین حتما سعی کنید برگا رو اینطوری بگیرید، از شاخه جدا کنید و بعد بریزید داخل این قابلمه که تا اونجایی که میشه برگا داخل آب باشن. رزماری‌ها هم حتما باید بشورید حسابی. رزماری برگش بافتش یه حالت زبری داره که این زبری باعث میشه که خیلی گرد و خاک اون فضایی که حالا توش داره رشد میکنه داخلش نفوذ کنه و اصلا دست که بهش میزنی یه حالت نوچی و چسبناکی داره. برای همین بهتره که حتما خوب شستشو بشه، وگرنه هر باکتری که روی این برگ مونده باشه روی سر شما هم میشینه
گرچه توی جوشیدن همه باکتری از بین میرن ولی بازم کار از محکم کاری عیب نمیکنه. من اینا رو میگیرم، حدودا نصف رزماری که بهتون نشون دادم و میرزم داخل آب. اینم مونده، اینم بریزیم، اینا رو هم همینطور. اینو دیگه میذارم برای یه ابعاد انقدریشو میذارم برای سری بعدی. توی آبم میتونید نگهش دارید، یعنی یه ذره ساقش رو میکنید میذارید توی آب تا یه هفته قشنگ تر و تازه میمونه رزماری. یه بار که اصلا رزماری من ریشه داد. حالا میخوام حدوداً اندازه این آبیه که توش من رزماریمو نگه داشته بودم، یعنی ریشه ساقه رزماری توش بود، اندازه انقدر میخک و اندازه انقدر سیاه دونه. بازم میگم من حالت عادی اینا رو چشمی میریزم، انقدر حساسیت روش به خرج نمیدم، ولی برای اینکه مطمئن تر باشین شما دارم اندازه حدودیش رو بهتون میگم. حالا مثلا یه ذره 4 تا این ورتر 4 تا اون ورتر میخک خیلی فرقی نمیکنه، ولی حدوداً انقدر میخک به انقدر سیاه دونه رو نیاز داریم. خب اینجا رو تمیز میکنیم. آشغالا رو من میذارم کنار. البته که الان وقتتون گرفته میشه من بخوام اینا رو تمیز کنم، برای همین میذارم یه کنار. خب حالا میخک و سیاه دونه رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم روی گاز. درش هم میبندیم. خیلی مهمه که وقتی که داریم میذاریم روی گاز حرارت از اول تا آخر 20 دقیقه‌ای که داره حرارت میبینه ملایم باشه. یعنی اگر این رزماری موادتون شروع کنه به جوشیدن مثل خورش مثلا شروع کنه به جوشیدن، خواص رزماریتون از بین میره. بهتره که رو دمای کم اما زمان طولانی 20 دقیقه اون عصاره گیری اتفاق بیفته. یه سری از کسایی که من توی سوشال مدیا یا حالا یوتیوب میبینم اینه که آبجوشو میزنن روی این مخلوطی که ما الان درست کردیم و میذارم 24 ساعت بمونه. من به نظرم یه کوچولو عصاره‌اش کمتر میشه اونجوری، یعنی از ماده‌ای که به دست میاد که کمتر قرمزه یا بیشتر قرمزه کاملا متوجه میشین که اون فرایندی که اتفاق افتاده چی میگم بهتر اتفاق افتاده یا کمتر عصاره گیری کرده این روشی که شما انجام دادین. چیزی که من توی تجربه که چند سال دارم این کار رو انجام میدم اینه که بهتره 20 دقیقه رو دمای آروم در واقع این مخلوطی که درست کردیم در واقع دم بکشه که بتونه بهترین عصاره رو بده. حالا من اینو میذارم به مدت 20 دقیقه روی گاز. روی دمای کم. رزماری به خاطر اون کارنوسیک اسیدی که توش داره خیلی باعث رشد مو میشه، ولی رشد مویی که باید در نظر داشته باشیم مو بیشتر از 2 سانت نمیتونه رشد کنه و کسی که میگه این کار کردم 5 سانت تو موام بلند شد یا چیزای عجیب غریبی که میبینیم توی سوشال مدیا وایرال میشه اصلا امکان پذیر نیست. به هیچ عنوان باور نکنید. ماکسیموم طول رشدی که مو میتونه داشته باشه 1.5 تا 2 سانته که اندازه خیلی خوبیه. شما فکر کنید تو هر 1 ماه اگر موتون رو رنگ کنید متوجه میشین چه رشد موی خوبیه 2 سانت. ما مسئله‌ای که موهامون داره اینه که از پایین موهامون خورد میشه و رشد ریشه داریم ولی پایین موهامون قدش ثابت میمونه، بخاطر اینکه رسیدگی به پایین موهامون کم بوده و مو پوت میشه میریزه، برای همین خب 100% قدش هم بلند نمیشه. ولی رزماری کاری که با مو میکنه و سیاه دونه و میخک همشون به خاطر آنتی اکسیدان بالایی که دارن کلا تقویت کننده ریشه مو هستن و به خاطر اون خواص ضد قارچی هم که داره باعث میشه که فضای موتون اون در واقع سبوم موتون بتونه یه ذره آروم بگیره و متعادل بشه و بتونه رشد موها رو رشدش رو بهتر و حالت نرمالش بکنه در واقع. به خاطر اینا خب خیلی استفاده ازش مفیده. کسایی که نتیجه خیلی شدید از این دمنوش میگیرن برای موهاشون اینه که میریزن توی اسپری و هر روز به کل ریشه های موهاشون اسپری میکنن. من کاری که انجام میدم معمولا یه روز در میون هستش، یعنی واقعا سختمه که هر روز بخوام این کار انجام بدم. اینطوری نیستش که سرتون بوی رزماری و عطاری و اینا بگیره به هیچ عنوان، اما خب کاریه که باید لباستون رو عوض کنین که اگه این مایع قرمز روی لباستون ریخت لباستون لک نشه، یا بهتره که بعدش به نظر من دوش بگیرین حتما، چون یه حالت نمیشه بهش گفت انگار اسپری آب زدین مو رو، یه حالتی میکنه انگار که
ژل زده باشین یه کمی سبک‌تر، نه مثل ژل سفت، ولی خب مشخصه که یه چیزی رو موهاتون و نمیتونین بزنین برین مهمونی یا بزنین برین بیرون. برای همین بهتر حتما بعدش شسته شه. ولی کسایی که هر روز آب رزماری و در واقع این دمنوش رو استفاده میکنن واقعا نتیجه خیلی بهتری میگیرن، حتی بهتر از نتیجه‌ای که من گرفتم. میتونید این کار رو انجام بدید، هیچ ضرری نداره. رزماری آبش تنها چیزیه که برای موهاتون هر روز هم اگر استفاده کنین ضرر نداره. فقط یک نکته برای استفاده کردن از این دمنوش این هستش که شما نباید کلا هر پروداکتی رو میخواین برای موهاتون استفاده کنین اصلا نباید اینجوری باشه که یه تیکشو بزنین یا مثلا کل فکر کنین اینجا رو زدین اینجا دیگه نمیخواد یا میرسه به همه جاش ماساژ میدم. اصلا کارآمد نیست. قشنگ موهاتون رو به 2 قسمت باید تقسیم کنین با از این شونه های تیز، یه قسمت این و یه قسمت اون و دوباره هر 2 سانت این مواد رو میزنید ول میکنید، مواد رو میزنید ول میکنید، جوری که کل سر مطمئن شین خیس شده. من سرمو حتما چپم میکنم و پشت موهامم میزنم، یعنی یه کاری که هیچ جای سر خالی نمونده باشه، همه جاش آغشته شده باشه به این دمنوش رزماری. خیلی خیلی مهمه که هیچ قسمتی از سرتون خالی نمونه. یه نکته دیگه برای اینکه این جذب این مواد خیلی بیشتر بشه شما باید حتما قبلش سرتون رو ماساژ بدین. ماساژ سر چه شکلیه؟ یا با از این اپلیکاتورهای ماساژور سر که خیلی عملا ترندیه میتونید ماساژ بدین صورت سرتون رو که خیلی خوب راحت تره. دیدین قطعا سر پلاستیکی نرم داره این شکلی گرده و توی سر میتونید ماساژ بدین. چیزی که حتما باید رعایت کنین که با ناخن شروع نکنین سر ماساژ دادن. واقعا جز خراش دادن از سر هیچ کار مثبتی نمیکنه. اگر میخواین ماساژ بدین حتما باید پوست سرتون روی استخون سرتون تکون بخوره. این میشه ماساژ درست سر. اینطوری که اینجوری کنین به درد نمیخوره و حتما زمان 5 دقیقه رو براش بذارین، بعد مواد رزماری رو به موهاتون اضافه کنین. چرا میگم بعد؟ چون که وقتی مو خیسه کلا آسیب پذیرتره، حالا چه ریشش چه ساقه موش. بهتره که یعنی توی تمام تحقیقات و تمام کسایی که دارن این کار انجام میدن همه میگن که بهتر قبل از اینکه مو خیس بشه ماساژو بدین، خونرسانی به مو رو زیاد بکنین و بعد این مواد رو بزنید روی سر. چون وقتی مو رو خیس ماساژ میدین آسیب پذیریش بالاتر میره به تبع. برای همین بهتر که اول ماساژ بشه و بعد زدن این دمنوش. دمنوش ما هم اینجا داره دم میکشه، همونطور که میبینید نمیم تو فیلم مشخص یا هست یا نه داره بخار میکنه و 20 دقیقه زمانمون که بگذره من این رو از رو دم بر میدارم و بعد میذارمش همون 24 ساعت توی این قابلمه بمونه و بعد 24 ساعت تازه جابجاش میکنم توی این اپلیکاتورهای حالا روغن تراپی میتونیم بهش بگین یا هر چیزی که مثلا خیلی اپلیکاتورهای خوبیه. یه ذره ناراحتم که پلاستیکیه ولی شیشه ایشو جایی پیدا نکردم. اگر شما جایی میشناسین که شیشه اینا رو، نه اسپری، چون میگم اسپری عمرش کوتاه میشه توی این دمنوش، نمیدونم چرا، فکر میکنم همین دونه دونه‌های ریزیه که حدسشو میزنم با که من از صافی رد میکنم اما خب بازم گیر میکنه. اینا اگه شیشه شو جایی میشناختین خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بذارین و به ما هم معرفی کنین که ما هم ازش خرید کنیم. دیگه براتون چی بگم؟ جالبه، از چت جی پی تی هم پرسیدم که رزماری چقدر خوبه برای مو. زده که رزماری فقط یک گیاه خوشبو نیست، یه پکیج کامل از ضد التهاب، آنتی اکسیدان، محرک رشد مو و پاک کننده طبیعی. به خاطر همین ترکیباتشه که دم کرده روغن رزماری جزو بهترین درمان‌های طبیعی برای ریزش مو و تحریک رشد مو شناخته می شود. واقعا بی‌نظیره. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم، برای کلا ریزش مو اولین کاری که باید بکنین، کاری که خود منم کردم چون ریزش موی خیلی شدید داشتم و همچنانم ریزش مو دارم، اینه که باید حتما هورموناتون رو، تیروئیدتون رو و ویتامیناتون رو توی آزمایش خون چک کنید. حتما بعد هر کاری، حتی این کارهای خونگی رو هم به نظر من آدم باید با دکترش مشورت کنه. من خودم آدم ریسک پذیری هستم، امتحان میکنم چیزای طبیعی رو، ولی همیشه اینو توی یوتیوب هم میگم که شما حتما باید کارهای این شکلی رو از دکترتون بپرسین. شاید شما به رزماری حساسیت داشته باشین، شاید هر چیزی،
بالاخره چیزی نمیشه گفتش که مثلا چون روی من تاثیر گذاشته روی شما 100% تاثیر میذاره. ولی کلا دمنوش رزماری 90% آدم‌ها رو خوشحال میکنه و راضی میکنه و از نتیجهش همه خوشحالن. برای همین خب 100% منم همین نتیجه رو گرفتم و دارم به شما این روش رو معرفی میکنم که شما هم استفاده کنید و کیفش رو ببرید. خب اینو بهتون نشون بدم. ببینید خیلی آروم داره میجوشه. خب من اینو بهتون نشون بدم. ببینید خیلی آروم داره میجوشه، اصلا نمیجوشه حتی میتونم بگم. اگه توی نور کم معلوم باشه داره فقط بخار میکنه و در واقع دم میکشه. خب توضیح آخری که میخوام در مورد این دم کرده بدم، ببینید رنگش اولش این رنگیه. اگه بخار بذاره که من ویدیو بگیرم براتون، رنگش این رنگیه. خب الان 20 دقیقه من تموم شده. من زیرش رو خاموش میکنم و درش رو میبندم و اجازه میدم که برای 24 ساعت توی همین قابلمه با همین حرارتی که داره کم کم خنک بشه و بعد میریزمش داخل اون ظرفم. خب اینم از ویدیو امروز. نور از موقعی که داشتم ویدیو میگرفتم عوض شد دیگه. من تنظیمات دوربین رو عوض نکردم، نورانی تر شدم. اینم از ویدیو امروز. حتما اگر استفاده کردین بعد 2-3 ماه لطفا بیاین به من فیدبک بدین. خیلی انرژی میگیرم وقتی شما چیزایی که من معرفی میکنم نتیجه خوب میگیرین. اصلا انگار که خودم مشکلمون درمان شده یا مثلا حالمون بهتر شده، چون مو واقعا روحیه دختراست. یعنی من فکر میکنم که آقایون چه مودار چه غیر مودار کچلشون خوشگلن در هر حالتی، ولی خانوما واقعا تا یه ذره موهاشون بیجون میشه یا کلاژنش کم میشه یا مثلا میریزه، واقعا اعصابمون خورد میشه. من خودم مو برام خیلی قضیه مهمیه. برای همین وقتی که واقعا یه چیزی برای خودم خیلی خوب جواب میده، واقعا با ذوق و شوق میام برای شما تعریف میکنم که شما هم اگر مشکلی مثل من دارین و برید با همین روش شاید انجام بدین، اتفاقای خوب بتونه بیفته. این دمنوش رزماری رو قبل از همون 20 دقیقه روی موهاتون بذارین، همونطور که گفتم بهتون ماساژ بدین و بعد برین موهاتون رو شامپو کنید. یک شامپوی سولفات دار که کامل سرتون رو تمیز بکنه. بعد میتونید این کار رو 3 بار در هفته 4 بار در هفته انجامش بدین. واقعا تاثیرش رو میبینین روی موهاتون. اگر دیدین 1% موهاتون بعد از چند هفته شروع کرد به درد کردن، میتونید چند روز این کار متوقف کنید و بعد دوباره ادامه بدین. اون درد ریشه چیز عجیبی نیستش، به خاطر در واقع اون گردش خون بیش از حدیه که توی مو اتفاق میفته، اون درد ایجاد میشه. برای خود منم اتفاق افتاد که بعد مثلا 2-3 روز این کار انجام ندادم، دوباره انجام دادم، مثلا تا 1 ماه دوباره انجام دادم، دوباره ریشم در گرفت، دوباره ولش کردم. یعنی این اتفاق ممکنه بیفته، شاید برای شما نیفته، ولی من چون از چت جی پی تی پرسیدم که ریشه هام درد میکنه بعد از انجام این کار، این دلیل رو به من گفت که ممکنه به خاطر گردش خون بالایی باشه که توی سر اتفاق میفته. برای همین میتونید این کار رو انجام بدین. دیگه چی براتون بگم؟ دیگه همین دیگه. ویدیو امروز تموم شد. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه میکنید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. من هر چیزی که بلد باشم رو روی زندگی خودم تاثیر خوبی گذاشته باشه رو میام به شما یاد میدم با جون و دل، و شما هم از من حمایت کنید که من انرژی بیشتری بگیرم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. بای.